السلام علیکم برادر اسلامی ما اکای حاجی مرزا. ما یک برادر اسلامی شما از دهه سری چشمه ناحیه شوراباد. بعد از سلام این که من عائله دار صاحب 3 فرزند هستم. من سال 2000 خاندار شدم. از سال 2000 تا این جانب در خاندان ما همسر من بر ضد من کشماکشی دارد. مادر من با همراهی اپهایم صد راه من شدند که او را طلاق ندهم، که این دختر صغیره است، بی مادر است، گناه است، او را طلاق نده. امروزها باشد کاسه صبرم لبریز شده ایستاده است. همسرم به من و اهل خانواده همان تمام سخنهای قبیح را میگوید و با فرزندهایم میگوید که این پدر شما نیست، شما طرف این نروید. باور کنید داملای شیرین سخن، با این عمر جوانی از دست این زندگی ناآرام از این عمر سیر شدم و چندین بارها باور کنید در بالای جای نماز گریه کرده با پروردگار خود مناجات کرده گفتم که ای پروردگار، کدام وقت شما جان مرا از این وبای عصر خلاص میکنید؟ از شما داملای شیرین سخن احترامانه خلاص التماس و التجا می نمایم که به من یک جواب حقیقی دهید در همین نماز جمعه. طوری که بزرگان گفتند عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است، ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است. خب من زمستان در نماز جمعه روز 23 فوریه 2007 و شما مکتوب نویساندم، جوابش را نگرفتم. از شما احترامانه خواهش میکنم جوابی مرا حتما گردان. الحال همین مکتوب آمده است. معنای مکتوب، خلاصه مکتوب به همه ما و شما معلوم شد که این برادر عزیز کسی باشد. من از اصل واقعه اگرچه درکدارم نیستم، لیکن همین مکتوب اگر حقیقت داشته باشد، اگر آنچه این برادر میگوید معنا این است که از زن صالحه این برادر ما محروم است، از زنی که از خدا میترسد، از زنی که از شریعت میترسد، از زنی که قبر و روز قیامت در پیش چشمش نیست. با این گونه زن این برادر ما حیات به سر برده ایستاده است. و چگونه ای که شما فهمیدید حتی در عمر جوانی هم از عمر بیزار شدم. بله این حقیقت دارد. چگونه ای که عزیز خدا را هم یاد کردن عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است. بله در اصل حیات وقتی ناآرام باشد دیگر حتی عمر کو یک جانب طعام با لذت ترین طعام برای تو دیگر لذت ندارد. اگر بهترین خانه برای تو ساخته دهند با همه شرایط های حاضر زمان، لیکن در داخل خانه اگر این گونه زنی غیر صالحه وجود داشته باشد، این خانه هم برای تو هیچ گوی مقبولیت و هیچ لذت هم ندارد. بهترین ماشین اگر برای تو آورده دهند لیکن خانه ناآرام است، از جانب زن حرمت که نیست، این ماشین هم برای تو هیچ لذت ندارد. بله شاید در همین مکتوبه هایی که من دارم 50% شکایت است. 50%. چی گویم؟ افسوس. حبیب خدا میگوید لو كنت آمرا احدا ان يسجد لزوجه لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. چیکار کنیم؟ معلم ما، معلم بشریت محمد صلی الله علیه و سلم که نزول او رحمت برای عالمیان است، تعلیمات او برای مرد و زن فرض است. در سخنرانی می گفت که اگر
انسان سجده کردن جایز میشد، هر آینه امر میکردم، وظیفه‌دار میکردم، سفارش میدادم تا که زنها شوهرهاشون سجده کنند. افسوس که سجده برای آدم درست نیست، افسوس که تعظیم برای آدم درست نیست. تعظیم و سجده فقط حق الله است، فقط حق الله است. و الا اگر به آدم اجازت میشد، این طایفه زنها باید شوهرهاشون سجده میکردند. به خاطر چی؟ به خاطر که خداوند الرجال قوامون علی النساء گفت، به خاطر که مردها مرتبه دارند، شرف دارند، قدر دارند نسبت به زنها. چیکار کنیم؟ معلم بشریت، بهترین معلم سخنرانی در این چنین بیان میکند: حضرت فاطمه مثل همین زنها زن بود و یگان گویم که جسم او یا ساخت او از یگان خاک دیگر نبود و هم آدم بود. لیکن یک بار در حیات خود با علی روبرو شدن. این حدیث صحیح است. یک بار در حیات خود شاید که حضرت علی را به حرمتی هم نه، بلکه شاید که باور کنه نمیدانم یک میده ترین سهو یا غلط از فاطمه گذشت. ولی امروز جوانای ما میگوید، دامنای عزیز میگوید به تلفن، شاهدم برادرها در اینجا، من در میکروفون دایم گپ میزنم، برای گوشهام در من شدگیم. میگن داملا اگر زن دهن شوهر نام گیرد زن طلاق میشود یا نمیشود؟ دهن شوهر. از سوال او چی معلوم میشود؟ این است که اون زن دهان این شوهر دشنام دادگی است. و سوی خدا پناه طلب میکنیم. از فاطمه این گناه گویم که جرم نگذشت، لیکن چیکار کرد؟ از خدا که میترسید، فکر آخرت که داشت، اطراف حضرت علی دور میزد، زاره میکرد: علی گناه مرا ببخش، علی سهو مرا ببخش، علی آن چیزی که از من گذشت به آب دیده زاره میکرد، مرا از گناهم گذر کن. وقتی این سخن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسید، رسول الله دوام به خانه دخترش فاطمه آمد. گفت کجا شد این؟ کجا شد علی؟ بچه عمک کجا شد؟ ابن عمکی. گفت نمیدانم، بیرون رفت. وقتی رسول اکرم آدم روان کردن، گفتن حضرت علی در مسجد خواب است. رسول اکرم خودشان به پیش علی آمدن، خودشان به نزد حضرت علی آمدن. حضرت علی میگوید چهره مبارکش بالای خاک مسجد گذاشتگی و خواب بود. لیکن رسول اکرم آمده با یک نوازش حضرت علی را بیدار کردن، گفتن قم یا ابو تراب، خیز ای کسی که در خاک تو آلوده هستی، خیز از جا. حضرت علی وقتی ابو تراب شنید، پدر خاک، همین کنیت و لقبی که پیغمبر به علی گذاشت بسیار علی را خوش آمد. تا آخر حیاتش میگو مرا ابو تراب گوید، زیرا پیغمبر خدا مرا این کنیت، این لقب در خوابم گذاشتگی بود. ببین حضرت علی را گرفته به خانه دخترش آمد. خیلی چهره پیغمبر ناراحت بود. حضرت فاطمه این حس کرد، چیکار کرد؟ گفت پدرجان، گفت تو از من ناراحت نشو، به خدا قسم یک سهو عادی ترین از من گذشت، گردی حضرت این علی 7 پیچ تاب میخوردم، زاره و تولا کردم، مرا بخشید، بعد از خانه بیرون شد. رسول اکرم با غضب گفت اگر فاطمه قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، اگر زمان علی ناراضی باشد و تو از حیات گذری، من جنازه تو را نمیخوانم، جنازه تو نمیخوانم. اونم دختر بودم. ولی امروز تمام زنهای روی دنیا را جمع کن، به خدا قسم به ناخون فاطمه برابر نمیشود. به ناخونش. برای چی او زاره میکرد است؟ برای چی او تولا میکرد است؟ برای چی او خواهش میکرد است که مرا ببخش؟ برای چی؟
همه این به خاطر آن است که ایما امرأت ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. این اونا میدانستند قدم زن از دنیا گذرد و شوهر از او راضی باشد، 8 در جنت برای این زن گشاده است. این اوای میدانست. پیش حبیب خدا آمدن شکایت کردند، گفتن ای حبیب خدا زنها احترام ما نمیکنند. رسول اکرم گفتن لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت له زوجته من رحول العین لا تؤذیه قاتلك الله فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقك الینا الیکی. بن حبیب خدا گفتن آزار ندهید، شوهراتان آزار ندهید، زیرا اینکه حورهای جنتی که برای این شوهرهای شما خدا آماده کرده است، در حق تو بر این زنی ناسپاس و ناشکر میگفت از قاتلک الله، قتل کنه تو را خدا، هلاک کنه تو را خدا. این شوهرها در پیش شما مهمان هستند، زود است که تو را ترک میسازد و نزد ما میآید. این است آن چیزی که شریعت ما میگوید. به این خاطر این خواهر اگر جنت خواهد، راحت قبر خواهد، دیدار پروردگار خواهد، دیدار رسول اکرم خواهد، تا وفات تا مردن شب باید که احترام شوهر به جا آورد. لیکن ببینید هیچ امکانیت ندارد، روز به روز احوال تو بد می شود، سلامتی تو ناخوب می شود، پدر و مادر بالای تو قهر و غضب دارند، پدر و مادر تو مورد به احترامی قرار دارد. آخی از آسمان نغلطیده است، به نامش 3 طلاق از خانه پیش کردن است. تا امروز ما به کسی توصیه ندادیم که زن طلاق ده، تا امروز تا آز نمی سخنی که الحال برای شما گفتم. فقط احترام کنین، معامله کنین، صلح کنین، کاری کنین که زندگی هاتون خوب شود. برای من دادر عزیز اختیار داری. ببین میشیدگیش با پند و نصیحت می شود. پند و نصیحت کن، معامله کن، زندگی کن. بین که نمی شود، مرحمت. جواب: تو ارزنده من نیستی. رو تو زیب شخصی داری که برابر خانه در آمدن به نام 100 دشنام، صدها شرطه دیگر، انا مرحمت تو آدمی خوب میشوی. مکتوبا را بسیار دراز می نویسم، که مجبور این بسیار زاره و تولا کرده است خوانید. السلام علیکم داملا حاجی میرزا. بعد السلامم خواهش از شما دارم که مکتوب دویم باره مرا از دست ندهید و در نماز جمعه خوانده در کسیت ضبط کرده جوابش را به همه معنی هایش گردانید. بابای حاجی میرزا، من جوانی 31 ساله، معلوماتم عالی، صاحب جای کار، خانه و در، صاحب 4-5 فرزند، لیکن زندگیم زندگی تلخ است. راست گپ، من به شما چندین بارها روبرو شدم، حتی نشستم میخواستم در اطراف این مسئله با شما صحبت کنم، اما در گرد و اطرافم دوستها، شناسهایم بودند. شرم می داشتم که من در بین جمعیت آبروی کلان دارم. بابای حاجی، من 10 سال باز آیله‌دار هستم. در قسمتم یک زن بدبخت سگ بوده است که تا حال مرا عذاب می دهد. با من معامله خوب نمی کند. وقتی که به خانه پدرش می رود از من ناپرسیده با یگان بهانه رنگ قعری می رود. من به خانه آمده رنگ روی فرزندهایم را دیده باز رفته با یگان دلیابی زنم را گرفته می آرم. با نصیحت پدرش و اپهایش کار و رفتار می کند.